وارن بافت میگه برای موفقیت تو سرمایه‌گذاری لازم نیست حتما نابغه باشی و خیلی وقتا توی سرمایه‌گذاری افرادی که آیکیوشون ممکنه پایین‌تر باشه حتی برتری نسبی داشته باشن به افرادی که باهوش‌ترن. دلیل این امرم بیشتر برمیگرده به صحبتی که خود وارن بافت و معاونش چارلی مانگر دارن. اینکه خلق و خو و شخصیت توی سرمایه‌گذاری مهمتر از آیکیوه. خلق و خو یا تمپرمنت برمیگرده به اینکه شما چقدر کنترل و در واقع کنترل روی هیجاناتتون و رفتارتون دارید. تو این ویدیو می‌خوایم راجع به این مسئله مهم صحبت بکنیم و اینکه چرا افراد باهوش ممکنه فقیر بمونن. یه مثال ساده براتون شروع می‌کنم برای شروع کار. فرض کنید دو نفر رفتن ابتدای حرکت طلا تو سال گذشته طلا رو خریدن. رفتن وارد صندوق‌های طلا شدن یا سکه طلا خریدن. این دو نفر یکشون آیکیوش 160 یا 170 یکشون هم آیکیوش 130. اما دوتاییشون هم تحلیل کردن و میدونن که تنش‌های ژئوپلیتیک بیشتر خواهد شد، نرخ تورم تو کشور ما زیاده و احتمالاً نرخ دلار خیلی بالا خواهد رفت و نرخ جهانی طلا هم بالاتر خواهد رفت. بنابراین تحلیل دوتای اینا هم درسته. اینا سال گذشته رفتن طلا رو خریدن. نفر اول که آیکیوش بالاتره با اولین جوی که داده میشه راجع به توافق و اتفاقاتی که ممکنه بیفته یه کمی میترسه و میره طلا رو میفروشه، ولی نفر دوم به تحلیلش پایبند میمونه و سعی میکنه به جای اینکه خیلی باهوش باشه به رفتار سرمایه گذاری درست رو بیاره، منطقی تر رفتار بکنه، روی مود خودش کنترل داشته باشه. نفر دوم بازدهیش حدود 300 تا 400% خواهد بود و نفر اول که آیکیوش بالاتره ممکنه با 20% بیاد از طلا بیرون. اینجا دیگه بحث آیکیو مطرح نیست، اینجا بحث این مطرحه که شما چقدر میتونید رفتار خودتون رو کنترل کنید در طول مسیر سرمایه گذاری، چقدر میتونید هوش هیجانی داشته باشید. بذارید بیشتر براتون توضیح بدم. مورگان هاوسل نویسنده کتاب روانشناسی پول میگه موفقیت توی مسائل مالی بیشتر به نحوه رفتار شما ربط داره تا اینکه چقدر باهوش باشید. در واقع اگه مثلا یه تصمیم صرفاً عالی بگیرید کافی نیست. اینجا اینکه در طول مسیر سرمایه‌گذاری چطور خودتون رو کنترل کنید مهمه. در واقع داده هایی که از سرمایه‌گذاران مختلف در سرتاسر جهان جمع‌آوری شده نشون میده که میزان کنترل افراد روی رفتارشون به همون اندازه اون تصمیمی که اول میگیرن و اون تحلیلی که کردن اهمیت داره. سرمایه‌گذاری خوب در واقع به این ربط داره که چقدر اشتباهات بزرگ نکنی. حالا این اشتباهات بزرگ هم خیلیشون ربط داره به رفتار ما. مثلا من ممکنه یه جایی بترسم و از کل تحلیلام دست بکشم، سریع دست بزنم به فروش، یا یه جایی ممکنه به اصطلاح فومو بشم، the fear of missing out، یا فکر کنم دارم جا میمونم، طمع کنم، سریع بخوام خرید بکنم. در هر دو حالت من احساساتی شدم و از اون تحلیل واقعی که ممکنه پایبندش باشم خارج بشم. اینجا دیگه بحث آیکیو نیست، اینجا بحث اینه که توی لحظه خودم رو نتونستم کنترل بکنم. تجربه نشون داده افرادی که روی خودشون کنترل بیشتری دارن، فارغ از اینکه چقدر حتی تحلیلشون میتونه خوب یا بد باشه، به طور نسبی بهتر رفتار میکنن نسبت به کسایی که حتی تحلیلشون خوبه. خیلی وقتا نمیدونم شنیدین یا نه، توی خانواده این و دوستان خیلی میگن که من دیدی گفتم، من اعتقاد داشتم این میره بالا، بعد ازش که میپرسی خب داریش یا نه، میگه نه من همون اول فروختم. دلیل این هم همون بحث کنترل روی خودمون و هوش هیجانیه. به بیان ساده تر، علت این که افراد باهوش ممکنه فقیر بمونن خیلی وقتا اینه که فکر میکنن خب من چون باهوشم همه چی عالیه و همه چی اوکی، همه ملزوماتو دارم، ولی اصلی ترین رکن سرمایه گذاری که بحث هوش هیجانی و کنترل روی رفتار خودمونه رو نداره. پس حالا بعد نتیجه گیری من میخوام بهتون یه نکته مهم رو با توجه به اون تجربیات و حرفایی که از بزرگان سرمایه گذاری تحقیق کردن بگم. اینکه هوش هیجانی رو هم باید یه سرمایه‌گذار موفق راجعش تحقیق بکنه. شخصیت یک سرمایه‌گذار و اینکه چقدر رو خودش کنترل داشته باشه میتونه انعکاس دهنده بازدهی اون فرد باشه. یعنی صرفاً این نیستش که من یه تحلیل خوب داشته باشم و چون تحلیلگر خوبی هستم موفق باشم، نه. حتما باید یه شخصیت ثابتی داشته باشم، یه در واقع به انگلیسی‌ها میگن اینتگریتی یا یکپارچگی شخصیتی داشته باشم. برای همین اعتقاد من به طور کلی اینه که اگر میخواید توی سرمایه گذاری موفق باشید حتما باید اول راجع به هوش هیجانی تحقیق بکنید. این یک رکن خیلی مهم توی سرمایه گذاریه.
ترس هاتون رو بشناسین، طمعتون رو بشناسین. در زمانی که طمع میکنین منطقی تر رفتار کنین، در زمانی که ترس دارین برگردین به خودتون بگین این آیا ترسه یا نه یه احساسات گذراست، چیه، آیا با واقعیت اون تحلیلی که اون بیرون هست در تضاد یا در انطباق. با ویدیوهای بعدی ما همراه باشین تا در مورد رفتارهای سرمایه گذاری که میتونن مناسب باشن و برای زمانهایی که ممکن هیجان بالا باعث بشه که شما رفتار هیجانی داشته باشین و منجر به طمع یا ترس از جا موندن بشه همراه بشین، اونجا به شما بیشتر کمک خواهیم کرد تا بتونید به راهکارهای بهتری نسبت به سرمایه گذاری و کنترل روی رفتار خودتون دست پیدا کنید.